تا الان بعد نقاشی تمام لوازم داخل ماشین رو بستم که تک تک میخوام بهتون توضیح بدم. شبکه برفاکن خود برفاکن نصب کردم، ادوات تمامش داخلش نو شد. کیلومتری که خراب بود از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کردم. سیمش این کیلومتر رو با تبدیل انداختیمش مدل بالایی کرده. بچرخ کار کرد. اینم شد نمای داخل کیلومتر که خداییش خیلی جذاب بود. قاواکی یادتون بود دادم که همرنگ بدنش شد، خیلی شیک و مرتب شد. با دستگیر راه انداختمش، داخل درا رو همه رو تک تک با دمپینگ کردم که وقتی میزدی به در اصلا صدای بم میداد، یعنی در هلیکوپتر بسته میشد. پشت رو دریا هم یه دمپینگ یک سر یه تیکه انداختم که خیلی جذاب و قرص شد. این شد داخلی ماشین که نو شد، خدایی خیلی تمیز و مرتب شد. کلاف درا رو تمام نو خریدم چون پوسیده بود به دلم نمیشست که 5 شد 5 میلیون. اینم در یخچالی که بدون درز و هیچی راحت بسته میشه. ماشین رو بردم کارواش و اینم نمای پشت داخلیش. قسمت بعدی میخوام موتور بیارم پایین، یه تقویت کوچیک بدم. برای دیدنش پیجامو دنبال کنید.